سلام مجدد دارم خدمت آقای دکتر مثمری. قبول زحمت کردند و این فرصت رو در اختیار ما گذاشتند که بتونیم از مطالب ارزشمندشون استفاده بکنیم. ما در خدمت شما هستیم، فقط لازم هست من چند تا نکته رو خدمتتون عرض بکنم. حالا مجموعه هینا آکادمی یه مجموعه از دانشجوها و اساتید هست که دوست داریم اطلاعات حالا به روز دنیا رو یا اطلاعات مرتبط با حوزه بیوتک رو ایرانیایی که جای مختلف کار میکنن رو معرفی بکنیم و از این فرصت آموزش رو در اختیار علاقه‌مندا قرار بدیم. ما یه 40 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم، سخنرانی شما استفاده میکنیم و یه 20 دقیقه هم اجازه میخوام که دوستان اگر سوالی دارند ما این فرصت رو داشته باشیم که بخوام سوالاشون رو بپرسن. نکته آخر این که خواستم اطلاع بدم که این جلسه ضبط میشه توی حالا شبکه‌های یوتیوب و کانال‌های مرتبط با هینا آکادمی بارگذاری خواهد شد و حالا بقیه دوستانی هم که هستن یا اونهایی هم که بعداً شد بخوان دوباره گوش بکنن میتونن مجدد از این اطلاعات استفاده بکنن. من وقت شما رو نمیگیرم و برای اینکه حالا دوربین و میکروفون خودم رو قطع میکنم و در خدمت شما هستیم. خیلی ممنون. خیلی عالی، ممنون خانم دکتر. من سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. ممنون بابت این تایمی که در اختیار بنده گذاشتین، باعث افتخاره که در خدمت شما باشیم. خیلی خب، پس بریم شروع کنیم. بله، در خدمتتون هستیم با عنوان حالا کالتیویتد میت، تحت عنوان گوشت‌های مصنوعی بیشتر حالا شناخته میشه، ولی خب من قبول ندارم این رو، چون وقتی که عنوان گوشت مصنوعی رو شما میشنوید یه حس عجیب غریبی بهتون میده که فکر میکنید که خب این اصلا گوشت نیست، در حالی که کاملا گوشت، فقط به شیوه متفاوتی تولید شده و خب از بدن جاندار عملا، اما تو اون پروسه طبیعی خودش نیست. اینه که حالا من اجازه میخوام که همون کالتیویتد میت یا لب گرون میت رو استفاده کنم تو طول پرزنت. بریم یه خلاصه‌ای داشته باشیم در این بابت که چرا اصلا این حوزه در دنیا اینقدر گل کرده و کمپانی‌های زیادی شروع کردن تحت عنوان استارتاپ ها دارن این کار رو پیش میبرن. اول برسیم که این ایده از کجا شروع میشه و اینکه چه دلیلی داره که ما اصلا جایگزین کنیم. خب ما که داریم همین دام ها رو مصرف میکنیم، خیلی هم صنعتی شده و همه چی رو رواله، اما یه سری بخش ها هست که ما بهش توجه نمی کنیم. به خاطر همین گفتم که یه سری توضیحات بدیم بعد بریم سراغ بحث اصلیمون. همونطور که میدونید دامپروری یه بخش زیادی رو از در حقیقت گازهای گلخانه‌ای رو به خودش اختصاص داده که فقط صرف خود دامپروری میتونه نزدیک به 10% از در حقیقت این آلودگی‌های زیست محیطی که مربوط به گازهای گلخانه‌ای هستن رو به در حقیقت طبیعت وارد کنه و موجب تخریب لایه اوزون و محیط زیست بشه، که حالا صنایع وابسته به اون بماند، چون اگر اینها رو جمع بزنید تو بخش اینداستری و اگریکالچر، این دوتا با هم به هر حال خود پروسس کردن همین گوشت ها هم خودش در حقیقت نیاز به صنایعی داره که باز اونها هم آلاینده ان، جدا از ضایعاتی که خود این دام پروری داره. پس یه بخشی از این قضیه برمیگرده به این که ما آلودگی های زیادی رو داریم به محیط وارد میکنیم و نیاز هست که نسبت به اونها یک کمی بیشتر فکر کنیم و تفکر داشته باشیم تا بتونیم در حقیقت محیط زیست تمیزتری رو داشته باشیم. طی پیش‌بینی‌هایی که شده جمعیت کره زمین تا 2050 میتونه به تقریبا 10 میلیارد نفر برسه که عدد بالاییه و با توجه به رغبت بالای مردم به مصرف محصولات پروتئینی گوشتی این میتونه تا 70% رشد تقاضا رو داشته باشه. شما میدونید که در حقیقت ما داریم تمام مراتع رو از بین میبریم، آبهای زیرزمینی رو مصرف میکنیم، مخصوصا در کشورهای حوزه خلیج فارس، نمیدونم بخش خود خاورمیانه، ما داریم واقعا نمیدونم چه کار میکنیم با این مزارعمون، با مراتعمون، داریم همه رو از بین میبریم. شما میبینید چه عواقبی در حقیقت گریبانگیر ما شده تو این چند سال گذشته که یه بخش زیادیش به خاطر همین مسائل هست که واقعا بهش توجهی نمیشه.
در حال حاضر کشورهای اروپایی و امریکایی در حقیقت شدیداً دنبال این صنعت هستن، مخصوصا تو اروپا هی داره بیشتر و بیشتر میشه، در حالی که شما میبینید اینجا اصلا نیازی ندارن که به این چیزا فکر کنن، انقدر بارش دارن، مراتع دارن، همه چی خوب. ولی خب حداقل چیزی که من میدونم تو انگلستان حداقل 10 تا کمپانی این تیپی هستن که دارن این کارو پیش میبرن. خب با توجه به این در حقیقت میزان تقاضایی که برای گوشت ها در آینده خواهیم داشت، این سبب میشه که ما یه حدی در حدود 18% از آلودگی ها رو بیشتر تو در حقیقت به عنوان گازهای گلخانه‌ای تو محیط زیست داشته باشیم. کما اینکه ما داریم در حدود 80 میلیارد رأس دام رو هر ساله سلاخی میکنیم که خب این خودش هم اگر بخوام یکمی فکر کنیم بهش آدم اذیت میشه. در این حال که خب گفتم تقاضا بیشتر میشه، تمایل مردم به این محصول پروتئینی خب همیشه بوده و بیشتر هم میشه. در این حال شما میبینید که تنها اگر باشه فقط 8% افراد میتونن در حقیقت به صورت حالا گیاهخواری یا وگان و ویژیتریان باشن، که محصولات جایگزینی هم که حالا باز باب شده، اونها هم باز اونقدری نتونستن در بازار جای خودشون رو داشته باشن. جدا از این ما کاری که داریم تو در حقیقت مزارعمون و مناطقمون میکنیم و تو حوزه کشاورزی شما میبینید که چه حجمی زیر کشت میره که ما فقط بتونیم این در حقیقت صنعت دامپروری رو پیش ببریم و دامها رو سیر کنیم، در این حال که در ازای میزان مصرفی که اونها دارن دامها فقط یه حجم خیلی پایینی از کالری رو میتونن به ما بدن تحت عنوان محصول پروتئینی. در حالی که شما اگر بتونید همین میزان از محصولات کشاورزی رو فقط صرف خورد خوراک در حقیقت انسان ها کنید، ما گرسنه‌ای رو روی سطح زمین نخواهیم داشت و خب اینا فجایع ما بهش توجه نمی کنیم. زمانی که شما یه دام رو پرورش میدید در نهایت میبینی که یه جزء خیلی کوچیکی از اون دام رو فقط داری مصرف میکنی، بقیهش دور ریزه. خب اینا نکاتیه که باید بهش توجه بشه. جدا از این اگر به تاریخچه این حوزه در حقیقت حالا نه فقط دامپروری، در حوزه طیور هم نگاه کنی، در طول تاریخ فقط مرغی که شاید 100 سال پیش کلا میتونست 1 کیلوگرم باشه الان رسیده با بالای 4 کیلوگرم. خب این نشون میده که ما داریم یه کارایی سر همین مرغ‌ها هم در میاریم دیگه. دستورزی ژنتیکی که داره صورت میگیره، آنتی بیوتیکایی که مصرف میشه، هورمون ها و اینا همه عوارض جانبی داره. به خاطر همینه که شما میری تو فروشگاه اینجا میبینی که خب محصولات ارگانیک از هیچ کدوم از اینا استفاده نکردن. یه مرغی که شما حالت عادیشو اینجا میبینی مثلا 3 کیلوه، خیلی بتونه بشه 1.5 کیلو بیشتر نیست تو حالت ارگانیک. یه چیزی پشت این قضیه هست دیگه. اینه که خب مردم آگاهتر شدن، تو بلند مدت قطعاً صنایع اصلاح خواهند شد، اما خب شما نمیتونید ذائقه مردم رو تغییر بدید. هر کاریش هم که کنید نهایتاً شاید نیمی از مردم نتونن قبول کنن که اصلا جایگزینی برای گوشت داشته باشن و بخواین یا نخواین نهایتاً این صنعت سر جاش هست. اما میتونیم یک سری از افراد رو که میتونن قبول کنن یک سری صنایع بیان جایگزین این در حقیقت دامها بشن و این گوشت های در حقیقت روتین و معمولی رو جایگزین کنن با محصولات حالا کم خطرتر برای محیط زیست که آسیب کمتری بزنن، در این حال که خب پاکترن. همونطور که گفتم شما خب مرغی رو که حداقل تو کشور خودمون میدونیم دیگه چه خبره، دارید مصرف میکنید، میدونین چقدر آنتی بیوتیک داشته، چقدر هورمون بوده، چقدر حالا نمیدونین چه در حقیقت محصولات رو به عنوان فید بهشون دادن، خب اطلاع ندارید. اما وقتی که میریم تو صنعتی مثل همین کالتیویتد میت صحبت میکنیم، شما داری به صورت کاملا طبیعی اون سلول رو میاری بالا، نهایتاً یه محصولی رو میدی بیرون که خب از هیچ کدوم از این آیتم ها استفاده نکردی، نه هورمونی بوده، نه آنتی بیوتیکی بوده، نه محصولات زائد که بتونه ساید افکت داشته باشه برای بدن شما. در کل حالا پیش بینی هایی که شده تا 2040 میتونن
بالای 30% از این تقاضا برای محصولات پروتئینی گوشتی رو در حقیقت کالتیویتد میت ها بگیرن که حالا میتونه در حوزه‌های مختلف باشه. هر نوعی از این گوشت ها وجود داره در حال حاضر. حداقل تو کمپانی ما داریم 4 مدل گوشت رو روش کار میکنیم و قرار هست که انواع دیگه‌ای هم بیاد به محصولاتمون اضافه بشه. اگر بخوایم بیشتر توجیه کنیم که چه فوایدی داره ما بتونیم جایگزین کنیم محصولات پروتئینی گوشتی رو با لب گرون میت یا در حقیقت این کالتیویتد میت ها، میدونید که خب همونطور که عرض کردم یه حجم کمتری از آلاینده ها میتونه به محیط زیست و لایه اوزون وارد بشه به لحاظ دی اکسید کربنی که تولید میشه و سایر آلاینده ها. میدونید چه حجم بالایی دام ها دارن فقط آب مصرف میکنن و خب خروجیش هیچی نیست و خب ما با کمبود منابع در آینده نزدیک روبرو خواهیم بود. من 10 سال آینده مملکت خودمون رو دارم میبینم که اصلا گوشتی نخواهد بود و وقتی که کمبود باشه قطعا دیگه وارداتی هم نخواهد بود که بتونیم حالا بگیم از اینجا وارد میکنیم. الان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس دارن شدیداً روی این حوزه فعالیت میکنن. هنوز کمپانی استارتاپی من ندیدم توشون، اما ما سرمایه گذاری از حتی امارات میبینیم که میان تو کمپانی ما و با کمپانی دارن رایزنی میکنن سر مسائل مختلف. این نشون میده که همه دنبال این قضیه هستن و میدونن که چه قرار سر در حقیقت صنعت دامپروری در آینده بیاد. خب عرض کردم که اگر بتونین جایگزین مناسب تری برای این دام ها پیدا کنین قطعا برای سلامت شما هم بهتر خواهد بود که خب محصولات زایدی که وارد بدن اینها میشه درشون تجمع پیدا میکنه نخواهید داشت. یکی از محصولات پروتئینی خب ماهی هست. یک کمپانی تو آمریکا فقط داره کار ماهی انجام میده. به اون مثال میخوام فقط خدمتتون عرض کنم ماهیایی که تو دریا گرفته میشه حداقل تو خلیج فارس خودمون میدونیم به خاطر صنعت نفتی که داریم چه میزان از ترکیبات فلزات سنگین و جیوه و چیزهای مختلف تو بدن این ماهی‌ها و در گوشتشون تجمع پیدا میکنه و خب من خودم به شخص هیچ وقت تلاش هم نمی کنم که بخوام اصلا تجربه کنم که ماهی‌های دریا به چه صورت هستن و خب میگم آینده داره به این سمت میره. امیدوارم که کشور ما هم یه تکونی بخوره و در نهایت اگر بخوام بگم که چرا این صنعت رو توصیه میکنم، شما میدونید که یه حالا نمیدونم بره یا گوساله بخواد تا برسه به تایمی که بخوان حالا مصرفش کنن به عنوان گوشت، من دقیق نمیدونم اطلاعاتشو، ولی شاید تا 2 سال طول بکشه تا این بزرگ بشه بیاد پروار بشه. ولی اینجا شما وقتی که میخوای محصول رو شروع کنی از زمانی که بانک سلولیت رو باز میکنی تا بیای برسونی حالا به عنوان مثال 1 کیلو محصول بگیری میتونی زیر 1 ماه این محصولت رو بگیری. خب تو اسکیل که ببری واقعا بهینه است. حالا بماند در مورد جزئیات هزینه ها من جلوتر صحبت میکنم که مدیا و کشت سلول اینا به چه صورت هست و باتلنک هایی که وجود داره تو این صنعت چیا هستن. اما خب در حال حاضر در 2023 صنعت گوشت در بخش مواد غذایی یکی از بالاترین در حقیقت موادی هست که داره مصرف میشه و ترنوور مالی که داره خیلی بالاست. همین باعث شده که این استارتاپ به این سمت برن تا بتونن جایگاه خودشون رو به زودی در حقیقت این صنعت پیدا کنن و واقعا کمپانی‌ها دارن سریع پیش میرن. یعنی ما که اینجاییم داریم هر روز میبینیم که خب یه خبری از فلان کمپانی اومد، این رفت این کارو کرد، اون یکی پایلوتش رو زد، اون داره کمپانی مثلا تو اسکیل تولید میبره. هر روزه که شما خبراشو میشنوی و این نشان از رغبت هم سرمایه گذارا هم در حقیقت مردم داره به این حوزه که میدونن دارن چه کار میکنن. اما بریم سر اصل مطلب که اصلا این قضیه به چه صورت هست، چطور انجام میشه. دوستان فکر میکنم بیشتر تو حوزه بیوتکنولوژی و زیستشناسی و موارد این تیپی باشن. قطعا همه میدونن وقتی که شما میخوای یه سلول رو حالا شروع کنی به کشت و کار رو انجام بدی نیاز به بایوپسی داری. یه سمپل رو از بدن جاندار میگیرن میارن تو آزمایشگاه، حالا کلی پروسه انجام میشه که جلوتر بهشون اشاره میکنم، میره کشتاش انجام میشه تو اسکیل میره و نهایتا میشه اون محصولی که شما میخوای تحت عنوان
cultivated meat و میتونی فرمولش کنی در قالب هر چیزی. روش‌های مختلفی وجود داره، باز جلوتر بهش اشاره خواهد شد که چطوری میشه اینها رو مصرف کرد، اما حالت روتینش این هست که بتونی در قالب حالا سوسیس، همبرگر یا میتبال و چیزهای مختلف اینا رو به بازار عرضه کنی. در مالزی تقریبا فکر میکنم 1 یا 2 سالی هست که اونا دارن این محصول رو بیرون میدن و بسیار تجاری برند شده اومده و خب مردم دارن خریداری میکنن. و در امریکا هم تقریبا 1.5 ماه پیش بود که یک کمپانی تونست FDA اپرووال رو بگیره و شروع کنه به دادن این محصول به بیرون. اما خب چالش های زیادی وجود داره، بیشتر از بابت بحث کاست هست که خب اقتصادی عملا شما نمیتونی هیچ وقت 1 کیلوگرم از این محصول رو بیاری برسونی به یه چیزی مثلا الان اینجا بالاترین قیمت گوشتی که وجود داره شاید در حد مثلا 20 پوند باشه. شما هیچ وقت نمیتونی 1 کیلو از این محصول رو بتونی به 20 پوند برسونی. بهترین حالت میتونه 100 پوند باشه. اما خب به مرور جای خودش رو پیدا خواهد کرد. حالا باز بحث میکنیم در موردش. یه نکته‌ای که وجود داره در مورد این صنعت این هست که ببینید شما وقتی که از کشت سلول صحبت میکنین، خب کشت سلول الان چیزی که داره تو دنیا انجام میشه، حالا جدا از این صنعت، تو حوزه دارویی شما سلول‌های عمدتاً چوب و چیزهای مختلف رو کشت میدی که بتونی یه محصولی رو ازش استخراج کنی و نهایتاً به تخلیص بشه کار دیگه. خب خروجی کار محصولیه که هر میلی گرمش خیلی ارزشمنده. یعنی فکر میکنم ویالای مثلا مبایی که ما میزدیم تو آریوژن هر 50 میلی گرمش تقریبا اون موقع، حالا 5-6 سال پیش که 3-4 میلیون تومان بود، حالا الان دیگه خدا میدونه چقدر شده. خب این نشون میده که خیلی ارزشمنده این کار. یعنی شما هر چقدر مدیا مصرف کنی، هر چقدر فید بدی به کشت، هیچ اتفاقی برات نمیفته چون اصلا عددی نیست در قبال محصولی که داری میدی بیرون. اما این صنعت اینطوری نیست. اینجا شما سلولی رو داری در حقیقت میدی بیرون که قیمتش اصلا امکان نداره بتونه بره بالای 100 پوند. خب ببخشید نمیتونه زیر 100 پوند تموم بشه براتون چون مدیاتون مدیای گرون قیمتیه. حالا دارن کار میکنن، بیشتر توضیح میدم که به چه صورت میشه این هزینه ها رو پایین آورد. اما چالش هایی که اینجا وجود داره یه ملغمه ای از چیزهای مختلفه. بخش اول این هست که شما بتونید این فناوری و این فرایند رو اسکیلش کنی که بتونی به حالا چند هزار لیتری بیوراکتور داشته باشی، محصول خروجیتون حالا چند ده کیلو، چند صد کیلو تا چند تن در حالا روز باشه. اونجاست که میتونی بگی که خب این صنعتی شده و نهایتا من میتونم در قالب یک کمپانی که خروجی داره حرفی برای گفتن داشته باشم. هزینه ها رو بتونی بیاری پایین، هزینه های کشتت، هزینه های مدیات، هزینه های فرایندی، همه اینها هزینه هایی هستند که تحمیل میشه به این صنعت و کاهش دادنش یک مقداری فکر میکنم سخت بشه و این هست که عمده کمپانی ها درگیرشن و گیرای زیادی داره. حالا با هم صحبت میکنیم بیشتر سر این قضیه. کیفیتی که میتونی شما بدی به محصولت از این بابت که در محصول نهاییتون چه آیتمایی هست. الان ما درگیر گرفتن FDA اپرووال هستیم، به هر کامپوننت ریزی گیر میدن. یعنی یه چیزی مثلا پلورونیکی که گاهن استفاده میشه در کشت، شما اجازه نداری بیاری در کشتت استفاده کنی چون اگه دتکت بشه تو محصول خیلی راحت ریجکتش میکنن. یه چیزی مثل انتی کلمپینگ که خب تو کشت همه دارن استفاده میکنن، شما نمیتونی اینجا استفاده کنی و اگر هم استفاده کردی باید به روش‌های مختلف حذفش کنی از محصول نهاییت. گرفتن تاییدیه های هر دولتی که شما درگیرش هستی خودش یه معضله. میگه الان ما حالا برنامه‌ای که شرکت برای آینده شرکت در نظر گرفته این هست که ما بتونیم یه پلنتی رو در امریکا داشته باشیم، چون اونجا خب FDA زمانی که یه تاییدیه رو به یه کمپانی داد، بقیه هم میتونن اون مسیر رو برن و راحت‌تر پیش برن و بتونن تاییدیه رو بگیرن، اونجا شروع کنن به در ارائه محصولشون به بازار.
اینکه بتونی در حقیقت مشتری رو راضی نگه داری از بابت کیفیتی که داره، از بابت اینکه بتونه اصلا اون محصول رو استفاده کنه یا نه. چون الان اتفاقی که داره میفته، کمپانی‌ها محصول رو میگیرن، حالا سلول رو میارن خودشون توسط حالا شفایی که دارن. ما خودمون یه شف صنعتی داریم که کارش فقط فرموله کردن همین سلول‌های هر کدوم از مثلا سلول بیف رو میدیم، چیکن رو میدیم یا پیگ و هر چیزی بهش میدیم، اونا دارن به روش مختلف فرموله میکنن که بهترین حالت رو بتونن بیارن بیرون که بتونه مشتری رو راضی کنه. اما اگر خود سلول خالی رو بدی به هر کسی دیگه، نمیتونه چیزی ازش در بیاره و میگه چی هست اصلا، این کسی اصلا مصرفش نمیکنه. یعنی اینا آیتمایی که وجود داره در آینده و همه اینا باعث میشه که بتونید شما یه تکنولوژی داشته باشید که قابلیت ارائه به بازار رو داشته باشه. من چند تا کمپانی رو معرفی کنم، شاید موضوع براتون جذاب‌تر بشه. آپسایت فود کمپانی آمریکاییه که گفتم تقریبا یک ماه و نیم پیش تونست تاییدیه FDA رو بگیره و الان داره محصولش رو میده بیرون. وقتی میگم محصولش رو میده بیرون، اینطوری نیست که فکر کنید مثلا در فروشگاه میتونید شما برین این محصول رو تهیه کنید، نه، چون انقدی هزینه‌اش بالاست که هر کیلوی این محصول چنین کاری امکان پذیر نیست به این زودی. دارن روش کار میکنن، هزینه ها رو میندازن، مدیایی که مصرف میکنن رو دارن تغییر میدن، در حد فود گرید استفاده میکنن. چون ما همین الان ما داریم هر بچی که میزنیم، تمام کامپوننت هایی که برای مدیا مصرف میکنیم، همه گیپکو، ترمو فیشر، سیگما، مرک، اینا همه از برندهای مطرح بازار در گرید در حقیقت فارماسیوتیکال هم که خب میدونین چقدر هزینهش در میاد. شاید مثلا ما میزنیم کیلویی نمیدونم 1000 پوندی همچین چیزی در میاد، ولی خب کاراشو کردیم، جایگزینی‌های مدیای فارماسیوتیکال با فود گرید انجام شده. خب قطعاً بازدهیتون یک کوچولو پایین‌تر هست، اما هزینه‌ای که میاد پایین به مراتب قابل توجه تره. حالا کاری که این کمپانی داره میکنه فعلا در رستوران‌های لاکچری داره در قالب حالا اینکه معرفی کنه محصول رو به بازار کار میکنه، اما در آینده با پلنت بزرگی که در تو امریکا داره، برنامه‌اش این هست که بتونه تو اسکیل ببره، قیمت‌ها رو بندازه و نهایتاً بازار رو بگیره دستش. یه کمپانی دیگه‌ای که خیلی جالب بود برای من، گفتم حالا شاید شما هم ببینید براتون جذاب باشه، این بود که فقط فت میزد. یعنی الان کمپانی امریکایی که صحبت کردیم فقط سلولای مرغی، چیکن رو داشت میزد، رو هیچ چیز دیگه کار نمیکرد، روی حوزه تمرکز داشت. این کمپانی هم صرفاً اکسون فارم روی حوزه سلولای فت داره کار میکنه. نکته که وجود داره، من با نفر مدیر با پروسسشون که فکر کنم یک ماه پیش داشتم صحبت میکردم، سوالی که برام پیش اومد گفتم چرا فقط فت کار میکنین؟ حالا این همه ماسل و چیزای دیگه که همه کمپانی دارن میزنن، شما اصلا سمتش نمیرین؟ گفتن که خب این خیلی سریعتره، برای ما به صرفه تره. دابلینگ تایمی که برای سلولای مختلف در نظر گرفته میشه تقریبا هولوش بهترین حالت 24 ساعته برای سلولای ماسل که حالا جدا میشه از بخش مختلف، اما برای سلولای فت خیلی پایین تنه، یعنی زیر 15 ساعت اونا دابلینگ تایم دارن. و شما در نظر بگید که این چقدر میتونه بهینه کنه فرآیند رو. کمپانی دیگه که من باز با اینم با مدیر سیس اوشون صحبت کردم، خیلی جالب بود کاری که اونا انجام میدادن و اون نقطه نظری که مدیرشون داشت این بود که صرفاً فقط رو غذای پت در واقع تمرکز داشتن و از این بابت اونا این کار رو انجام میدادن که قرار نیست که محصولی که میدن برای در واقع این حیوانات خانگی تماما محصول پروتئینی که خودشون در واقع کار کردن باشه. کاری که میکنن قریب 20 تا 30% اون محصول خروجی رو از این سلولا استفاده میکنن. اینا هم فقط صرفا دارن رو سلولای مرغ کار میکنن، بقیه چیزای دیگه یعنی فیلینگ میزنن و میشه محصولی که اون خب پت میتونه مصرف کنه و خب هزینه خیلی خیلی پایین تر میاد. تاییدیه هایی که نیاز داره به خاطر اینکه خب این دیگه غذا مربوط به بخش انسانی نیست که خب گیره‌گورای خاص خودش رو داشته باشه، شما اینو نباید تو محصول داشته باشی، اونو نه خب خیلی پایین تره و فکر میکنم خیلی زودتر به نتیجه برسن. حالا چیزی که خودشون میگفتن برنامهشون این بود که تا پایان 2024 ببرن تو اسکیل 2000 لیتری
الان بیوراکتورشون که شما میبینین 50 لیتریه. این بیوراکتور به صورت حالا سارتریوس یه سری بیوراکتورهای خاصی داره که به صورت یک بار مصرفن. این استیلی که دورش میبینید، حالا نقش جکت و بخش پایینش کار هم زدن و اینا رو همه رو انجام میده، ولی داخلش رو اگر دقت کنین یه کیسه یا بگی هست که وارد این وسل میشه، میدیاتون رو پر میکنین، میکسینگ انجام میشه، خودش حتی بفل و اینا هم داره این استنلس استیلی که اونجا میبینین. بعد تکنولوژی یک بار مصرف و سینگل یوز خیلی الان باب شده تو کمپانی‌ها، ولی خب هزینه بالایی رو متحمل میشن کمپانی‌ها که نمیتونن در حقیقت تو بخش پایلوتشون بیان از حالا فناوری‌های مربوط به CIP و SIP استفاده کنن برای وسل‌های استنلس استیلشون، به خاطر هزینه بالایی که میبره میان تو بخش پایلوت از این تکنولوژی استفاده میکنن. خب ولی خب باز خود اون بگی هم که مصرف میکنن باز هزینه بالایی رو تحمیل میکنه به فرایندشون. یه کمپانی دیگه که باز جالب بود آدام فود بود که اونها فقط قارچ کشت میدادن. کمپانی خیلی جالب بود کارش، فقط قارچ کشت میداد در بیوراکتور و خب هزینه هایی که میخواد صرف کنه خیلی پایین تره، محصول پروتئینی داره میده بیرون. حالا در مورد این اسامی که من میزنم میتونید برید سرچ کنید، اطلاعات بگیرید، کار جالبی دارن انجام میدن تو سطح دنیا. بریم رو بحث خودمون بیشتر وارد دیتیل بشیم. چطوری این کار انجام میشه؟ گفتم یه سمپل گرفته میشه از بدن جانور. این بستگی داره که شما دنبال چی باشی، سلولایی فت رو بخواین یا سلولای ماستر رو بخواین. حالا نکته جالبی که وجود داره، ما نفری که برای گرفتن سمپل داریم برای نمونه گیری از بدن جانور میره، خب تو جای مختلف میرن یه دام رو شناسایی میکنن به عنوان یه نژاد برتر، همه تاریخچه‌ش و اینا رو همه رو بررسی میکنن. بعد دام باروری که در حقیقت قرار هست یه حالا گوساله‌ای برده‌ای هر چیزی رو به دنیا بیاره، میرن و در حقیقت از اون بره‌ای که تازه به دنیا اومده از حالا بخش مختلفش نمونه رو میگیرن، به سرعت وارد آزمایشگاه میشن. حالا شاید یه 2-3 ساعتی طول بکشه، گاهن تو جای مختلفه حالا یا شهرهای مختلفه حالا بریتانیا هستن، سمپل رو میگیرن میرن آزمایشگاه، ادپتیشن انجام میشه، پروسه تبدیل این سلولهای اتچ به ساسپندد پیش میره، نهایتا میرن تو پروسه بعدی که حالا جلوتر بحث میکنیم با هم، که خب میتونن یا به صورت در حقیقت این سلول ها رو کش بدن ها تا اسکیل هم به صورت ساسپند و سینگل سل ها رو بیارن در نهایت، و همونطور که گفتم به عنوان محصول حالا یا به صورت سوسیس فرموله بشه، نمیدونم به صورت حالا برگر بشه یا به صورت حالا میتبال ها، هر جوری که اون شفی که میخواد این کار انجام بده پیش ببره، یا اینکه نه یه بخشی هم که حالا ما از این سمت اصلا میریم چون خیلی زمان بره و یه جورایی نشده، فکر میکنم که تلاش میکنن که اون ماهیچه رو هم شکل بدن که به اون شکل و شمایل خروجی در بیاد. پس کار به این صورته، کشت انجام میشه، بخش مدیا کار خودش انجام میده، مدیا وارد بایوریاکتور میشه، سلولا سیت زده میشن به بیوریاکتور، میاد بیرون. کاری که دارن انجام میدن که میگم فعلا در حد خیلی لاکچریه، اصلا ماها سمتش نمیریم، این هست که بخوان 3D پرینتینگ انجام بدن این سلولار. این عکسی که تو سمت راست بالا میبینید فت و بلاد و ماسل جداگانه میارن تزریق میکنن، حالا به صورت پرینت میکنن رو سطح. اینا سلولا همچنان زنده هنوز نمردن، اینجکت میشن، قرار میگیرن تو لایه‌های مختلف، بعد تازه میره تو یه مدیای دیگه‌ای که این سلولا بتونن در کنار هم به هم بچسبن و اون ماسل رو تشکیل بدن. ولی خب این پروسه حداقل 2 هفته طول میکشه که خب پروسه زمانبریه و هزینه بالایی رو تحمیل میکنه به فرآیند که خب اقتصادی قطعا نیست. حالا جالبه که بدونید که ما حالا سلولار که کشت میدیم تو بیوریاکتور، حالا چند صد لیتری که خروجی میخوایم بیاریم، گاهن این سلولار رو میذاریم که ته‌نشین بشن تو مدیا که کارمون راحت تر بشه برای جداسازیشون. بعد مثلا یه روز شما میبینید که این سلولار با هم چسبیدن، یه رشته های عجیب غریبی تشکیل میدن،
که خب نشون از همین قضیه است که میتونن به این سمت سو برن که اون باف رو هم در کنار هم تشکیل بدن. اما خب اسکافولدینگ یکی از حوزه‌هایی که داره کار میشه تو دانشگاه‌ها به صورت حالا خیلی میگم ریسرچی، ولی صنعتی شدنش خیلی جای کار داره. وقتی که میخواین صحبت کنین تو این صنعت، ببین چند تا بخش اصلی رو باید در نظر بگیرین. یکی خود سلول هاست که خب جدا کردن سلول مناسب از حالا یه دام صحیح که بتونه سلول فرشی رو داشته باشه. این که میگم میرن از یه بره‌ای که تازه به دنیا اومده سمپل میگیرن برای اینکه بتونن سلول کاملا تازه‌ای رو داشته باشن، بتونه بهتر رشد کنه. طبق تجربه‌ای که حالا دوستان دارم، من بخش مهندسیشو کار میکنم، اینا رو من چیزایی که ازشون میپرسم و میشنوم بهتون میگم. ببخشید. اینکه بخواین سلول ها رو ساسپند کنید باز خودش یه بحثه. خب زمان بره اینکه بتونید سلول هایی که خب همیشه تمایل داشتن که اتچ باشن، حالا به سطحی بچسبن، در کنار هم باشن، رشد کنن، برسن به این. باز کار بچهای سلولی ایمورتال کردنشون واقعا جاییه که خیلی کار میبره. بچه سلولی شدیداً رو این حوزه درگیر بودن. خب سلولی که به ما دادن الان ایمورتاله، یعنی شما نان استاپ فقط اینا رو میتونی کش بدی، هی تقسیم شن. یعنی من کش داشتم که تو بیورکتور فقط 1 ماه اینا رو کش دادم، همونجوری میرفتن، یعنی دیگه به خاطر اینکه نمیخواستیم مدیا رو هدر بدیم استاپش کردیم. بخش مدیا واقعا هر کدوم از این بخش کلیدی هن. نمیشه گفت این بخش مهمتره، همه با هم در کنار همن. مدیا باید بتونه یه فرمول مناسبی رو برای این سلولا پیدا کنه، چون از هر سلول به سلول دیگه مدیامون متفاوته، فرق میکنه. این که میگم سلولی در حقیقت خیلی اهمیت پیدا میکنه، بخش سلولی این هست که خب سر ما اومد این بلا که ما سلولی رو داشتیم که تو فلاس خیلی خوب رشد میکرد. شما میدونی وقتی که تو فلاس داری سلول رو پیش میبری، من فکر می‌کنم تایم هم نیم ساعت گذشت. خانم دکتر اگه میتونیم ادامه بدیم بیشتر. من فکر می‌کنم موضوع خیلی جذاب باشه برای دوستان. حالا ما سخنرانی‌هایی داشتیم که طولانی ترم بوده. شما من از طرف دوستان چون خودم برام خیلی جذابه، خواهش می‌کنم که نزنید ازش. ممنون. چشم. چون واقعا میگم هر کدوم از بخش میخوام صحبت کنم اطلاعات خوبی داره که به نظرم به درد دوستان میخوره. نمیخوام از جایش کات کنم که جایی ناقص بمونه، بخاطر همین گاهی برمیگردم. حتما. ممنون. اوکی، عالی. آره اینو می‌خواستم بگم که بخش سلولی واقعا این که بتونه یه سلول مناسب رو به دست ما برسونه خیلی اهمیت داره. ما زمانی که من پارسال اومدم به این شرکت و شروع کردیم کارو تو پایلوت، خب اولین کشتی که زدیم تو 600 لیتری، خب یه گیروگوری که داشتن بچه‌ها اینجا نمیتونستن کامل استریل کار کنن، چون خب تجربه نداشتن تو اسکیل به چه صورت باید این قضیه پیش بره. خب اینا رو ما مشکلات رو رفع کردیم و حل شد. رفتیم مدیا رو زدیم، همه چی عالی. یه هفته‌ای لفت خورد بین مدیا تا سید. مدیا تو بیورکتور بود، به خاطر حالا دیلی که ایجاد شد سید نرسید آن تایم دست ما. خب مدیا اون تو بود. بعد سید رو زدیم بیورکتور، یه روز 2 روز یه هفته اصلا هیچ رشدی ما ندیدیم. خب هیچکی نفهمید اونجا چه اتفاقی افتاد، همه چی آنالیز بررسی، اصلا چرا این سلولا. آخرش گفتیم خب مطمئنا سلولامون ایراد داشتن. بعد چند ماه که این پروسه دوباره تکرار شد برای من خب با سلولای اینا آشنا نبودم که یه هفته بود تازه اومده بودم میدم خب سلول رشد نکرد، حتما همه میگن سلولا مشکل داره. بعد چند مدت که من خودم کار گرفتم دستم و کشتو زدم و رفتم دیدم ای آقا یه مدیا رو زدیم تو در حقیقت بایورکتور 3-4 روز مون، بعد شروع کردیم به سید زدن، دیدیم رشد نکرد. رفتم آنالیز کردم دیدم خب آمونیا تو محیطی که ما داشتیم رفته بود تقریبا 3.5 میلی مولار. نکته جالبی که وجود داشت هیچ کس بهش توجه نمی‌کرد این بود که این سلولا کاملا حساس بودن به غلظت آمونیا تو محیط، یعنی تو 3 میلی مولار دقیقاً استاپ می‌کردن، کوچکترین رشدی اونجا اتفاق نمی‌افتاد. این که میگم اهمیت داره واقعا از این بابته. شما وقتی تو فلاسک این سلولا رو کشت میدی، خب هر 3 روز داری پاساژ میدی، مدیا عوض میشه، آمونیایی هم باشه، اصلا شما متوجه نمیشی تو 3 روز یا 2 روز که داری پاساژ میدی. ولی وقتی میره تو بایورکتور تازه متوجه میشه چه داستانهایی بوده که ما اصلا بهش توجه نمیکردیم. اینه که خب
گرفتن یه سلولی که واقعا قابلیت رفتن تو اسکیل رو داشته باشه خیلی اهمیت داره تو بخش سلولی. تو بخش مدیا که داشتیم صحبت میکردیم، که فرموله کردن مدیا خیلی مهمه، اپتیمایز کردن هر چیزی، چون مدیا یعنی کاست اینجا. تمام میشه گفت هزینه‌ای که تحمیل میشه به غیر از بخش اپراتور فقط مدیاست دیگه. شما یه اپریشن داری که حالا هزینه‌های فیلترات و استیم زدن با ریاکتور و استریل کردن و اینهاست، در این حال میمونه فقط مدیات. اگه بتونی هزینه مدیات رو بیاری پایین، خب بردی، تونستی به اون اهدافی که داری برسی. اگه نه که هیچی. چند تا از آیتم‌های مهمی که تو مدیاها ما داریم استفاده می‌کنیم، خب میدونید که مدیای سلولی کاملا مشخصه، آمینو اسیدها رو داره، ویتامین ها، نان اسنشیال آمینو اسیدها، لیپیدها، FBS، اینسولین ترانسفرین، سلینیوم، اینا ITS عنوان میشه، نوکلئوساید ها. مدیای بیستون که خب قند، نمک دیگه، بایکارب که میزنی، حالا اون اسمولاریتی و پی اچش رو تنظیم کنی. تست المنت ها، گروث فاکتورها که بخش اصلی ان، آنتی کلمپ و پرونی که قبلا عنوان کردم خدمتتون که خب باید حذف شه تو این مدیاهایی که مربوط به در حقیقت بخش مصرف سلول هست به عنوان در حقیقت کالتیویتد میت. اما این دوتا آیتمی که وجود داره، یکی FBS یکی گروث فاکتور، میدونید که خب FBS اگر بیاد واقعا تو این صنعت مصرف بشه، تو کشت سلولی شما میدونید FBS خب وجود داره، کارش هم نمیشه که حذف کردنش واقعا سخته از محیط. سلولا خب نیاز دارن به خاطر ترکیباتی که تو خود FBS وجود داره، حذف کردنش واقعا سخته. یعنی آداپته شدن سلول ها رو میخواد، به مرور جایگزین شدنش. الان هیدرولیزیس چیزیه که دارن استفاده میکنن که با سورس های در حقیقت گیاهی دارن. حالا ما حداقل استفاده کردیم و جواب داده، قطعا کشت پایین‌تره به لحاظ بازدهی، ولی خب میتونه جایگزین بشه و حذف FBS عملا یه نکته کلیدی از این محصوله. و گروث فاکتورها که خب یه بخش هزینه بره در حقیقت این مدیا همون گروث فاکتور است، که حالا باز یه کار جالبی که بچه دارن انجام میدن، ما با یه کمپانی فنلاندی یه جورایی همکاریم، اونا در حقیقت کارهای باکتری انجام میدن که بتونن گروث فاکتور رو از اونا بگیرن و بیارن. اینو آوردن اینجا، بچه‌ها ستاپ کردن، حالا خودشون دارن استخراج میکنن، اینا رو پیورفای میکنن و میارن تو کشتامون دارن استفاده میکنن که هزینه ها رو تا حد ممکن بیارن پایین‌تر. و نهایتا که میرسیم به بخش پروسس، چیزی که عمده کمپانی‌ها دارن میلنگن، چون من واقعا با چند تا کمپانی دیگه هم صحبت کردم که اون هم کار مشابه انجام میدادن، گیرشون واقعا تو پروسسه، نمیتونن اسکیل کنن. اینجا حالا تو بریتانیا که اینجوریه، لنگ مهندسن، کسایی که بدونن چطوری این پروسه رو میشه اسکیل کرد خیلی کمه و وقتی میبینن دیگه نمیذارن طرف جایی بره. این واقعا میشه گفت سخت‌ترین جاییه که کمپانی‌ها میان توش گیر میکنن، سلولی رو پیش میبرن، مدیا داره دیولپ میشه، میان تو پروسه گیر میکنن، نمیتونن ببرنش جلو، یه جایی میمونه. شاید تو اسکیل آزمایشگاهی میزنن مثلا 3 لیتر، نهایتا 20 لیتر میره بالا، نمیتونن چون شرایط رو نمیتونن کنترل کنن. خب میگم این بهینه کردن فرایند خیلی مهمه. پارامترهای مختلفی رو شما تو فرآیندتون دارین که باید بدونین اینا رو به چه صورتی بهینه کنین، چجوری توسعه فرایند بدین. سید ترین عملا همون آماده سازی در سید برای هر مرحله تو اسکیله که باز کار بچهای پروسس و اسکیل اپ کردن این کار. و در انتها هم بتونین یه محصولی رو بدین به بازار که گفتم قابل مصرف باشه برای در حقیقت مصرف کننده. این نکته در حقیقت مهم این قضیه هست که همه به هم وصلن، نمیشه گفت اینجا مهمه اونجا، همه واقعا همه با همن. اینا جزء واقعا چالش هاییه که وجود داره تو این کار. تو بار پروسس کاری که ما میکنیم اینو، حالا من دوستان اگه مهندسی هستن عذر میخوام، گفتم حالا بچه‌ای که اگه آشنا نیستن یه کمی توضیحات بدم که ما چی کار میکنیم. تو بای پروسسینگ شما پروسه‌های مختلف رو داری. یکی میتونی بچ بزنی که انگار همون کشت فلاس که داری تو خط بیوریاکتور، ولی کپی میکنی اون کار رو که شما همه چیز رو به غلظت بالا تو بیوریاکتورتون میریزید، در اختیار سلولاتون قرار میدین و اونو شروع میکنن به مصرف کردن. تو حالت فید بچ شما نمیاید اینقدر دست سلولار باز بذارین تو مصرف، همه چیز رو به غلظت بالا بهشون بدید، چون
ببین سلولا واقعا حساسن، یعنی ما از مشکلاتی که داریم حالا باز جدیدن حلش کردن بچه‌ها، متابولیت های تاکسیکیه که داخل مدیا به وجود میاد، یه چیزی مثل آمونیا یا لکتیت واقعا مخربه تو کشت سلول. خیلی موقع غفلت میشه از این قضیه. شما زمانی که میای گلوتامین رو میریزی داخل مدیا با نمیدونم غلظت 6 میلی مولار، کاری بود که واقعا وقتی من اومدم تو کمپانی همه داشتن همین کارو میکردن. خب بعد 3 روز میبینی که غلظت آمونیات اومده تو 3 میلی مولار. خب دیگه سلول بدبخت اصلا نمیتونه رشد کنه. تو فد بچ ما این کار رو نمی کنیم، میایم به میزان نیاز سلولا بهشون ترکیبات غذایی رو میدیم، یه مدیای اولیه رو بهشون میدیم، بررسی میکنیم که خب چقدر این سلولا قابلیت پیشرفت دارن، چقدر میتونن رشد کنن، بعد شروع میکنیم به فید دادن. بعد فید رو پیدا کنی که چی میخوای، فید اپتیموم بهینه رو پیداش کنی و به مرور بدونی که کی به کی بزنی، چقدر بزنی و در اختیار سلولا قرار بدی. تو پروسه کانتینیوس هم که شما تلاش میکنی که بیای مدیا رو فرش کنی، دو حالت داره. یکی پرفیژنه که سلولات رو نگه میداری داخل مدیا. حالا اینجا ما بچه‌هامون همه داریم این کارا رو هم میکنیم که ببینیم به هر حال به چه صورت میشه این کار رو پیش برد، اما بیشتر به نظرم شوه این کار که بخوای کشت کانتینیوس داشته باشی، پرفیژن داشته باشی. تو این صنعت جوابگو نیست. تو صنعت دارو قطعا جوابگوه. شما وقتی سلولات رو رسوندی به فاز استیشنری خیلی راحت میتونی تو اون فاز نگهشون داری و محصولی که میخوای ازشون بگیری. ولی اینجا نه، اونقدی جذاب نیست. ما کارهای دیگه ای رو میکنیم که خروجی بهتری برامون بده. که چیزایی که خب براتون اهمیت پیدا میکنه کانت، وایبیلیتی، سایز، خیلی پارامترهای مدیا هست و پارامترهای در حقیقت مربوط به مسائل مهندسی که باید تو بیوریاکتور کنترل بشه، تو یه شرایط اپتیموم این سلولا بتونن رشد کنن. و این خب نیازمند زمانه که شما کشتای مختلف داشته باشی تا بتونید تجربه کافی رو کسب کنی. خیلی جالبه. ما چیزی که حالا شاید شما هیچ وقت بهش توجه نکرده باشین سایز سلولاست. اینجا کاری که ما میکنیم اینه که کشتو میریم تا یه جایی، بعد با یه سری تغییرات تو مدیامون باعث میشیم که سایز سلولایی که مثلا تو نرم به صورت 13 ماکرون هستن میرسونیمش به 16 ماکرون، یعنی یه سلولای توپالی که میتونه میزان در حقیقت محصول نهایی ما رو از مثلا حالا نمیگم چی، ولی خب چه عددی کلیتش رو میتونه تقریبا 40% اینها افزایش بده و خب این برای صنعت ما خوبه، ولی خب صنعت دارویی اصلا اهمیتی پیدا نمیکنه. بنابراین کلیت قضیه به این صورته که شما نیاز داری که همه این قضایا رو اپتیمایز کنی و همه این آیتم هایی که اینجا میبینین تاثیرگذاره تو محصول نهایی شما که بتونین به چه میزان و با چه کیفیتی در حقیقت سلول پروتئینی داشته باشین. در مورد بیوریاکتور شما خب میدونین عملا هر مخزنی که قابلیت میکس کردن اون ترکیبات داخل اون مخزن رو داشته باشه بهش میگن راکتور. اما اگر این شرایط کنترلی برای میکروارگانیسم رو شما در نظر بگیری داخل در اون وسل یا اون راکتور، تو میشه عملا بایوریاکتور که خب شما کنترل میکنی شرایط مختلف رو از دما، دی او، پی اچ. ما حالا آیتم های دیگه هم اینجا داریم کنترل میکنیم. چیزایی که مهمه تو بیوریاکتور و خب خیلی تاثیرگذاره تو بخش مهندسی قضیه، جدا از پارامترهای مدیا که خب تغییر میکنن، گاهن کم میشن تو مدیا، کلامپی شدن این سلولا خیلی تاثیرگذار هست روی در حقیقت میزان رشد اونا. چرا که وقتی که ما گاهن این برامون خب عمدتا اتفاق میفته وقتی کانت میره بالاتر از مثلا 15 میلیون 20 میلیون، دیگه انقدر اینا کلامپیانو به هم چسبیدن که شما گلوله‌های درشتی رو تو مدیاتون میبینی. به سلول‌هایی که اون مرکز قرار گرفتن درست مدیا و مواد مغذی حتی اکسیژن نمیرسه که بتونن به میزان صحیح و درستی در واقع تقسیم بشن. پس کلامپی شدنش یکی از مشکلاتیه که ما داریم. آمونیا گفتم یکی از معضلاتیه که وجود داره
حالا میگم راهکار باز داره که بشه حذفش کرد. لکتت بازم از معضلاتی وجود داره. اینا همه به سلول واقعا بستگی داره که چه سلولی رو بتونن بچهای سلولی دیولپ کنن. یکی از راهکارهای حذف آمونیا این هست که بتونی در حقیقت سلول هایی رو دستورزی ژنتیکی کرده باشی که بتونن این آمونیا رو تبدیل کنن به گلوتامین که همون گلوتامین سینتزیس هست که روی سلولا سوار میشه و میتونه این کار رو براتون انجام بده که حالا جدیداً بچهای ما این کار انجام دادن و مشکل آمونیامون رو حل کردن. لکتت هم باز تو پروسه شما میتونین شرایط رو تغییر بدین و بهینه کنین تا کمترین حد لکتت رو داشته باشین. و خب تو بیوریاکتور ماس ترانسفر واقعا براتون مهمه، بتونین یه میکسینگ عالی داشته باشین، هوا رسانی، اکسیژن رسانی به سلول های که دارین کش میدین رو تو حالت اپتیموم داشته باشین، همه چیز رو تو حالت بهینه حفظ کنین، اون شیر تنشنی که دارین رو به حداقل برسونین، میکسینگتون به اندازه کافی باشه در حالی که آسیب نزنه به سلولاتون. یعنی همه اینا پارامترهای مهمیه که تو پروسه وجود داره، در این حال که باید بتونین کش رو استریل نگه دارین و مدیاتون رو در حدی نگه دارین که سلولا همیشه اون چه که نیاز دارن رو داشته باشن. و یکی از کارهایی هم که انجام میشه خب اینه که بتونین این مدیا رو ریسایکل کنین. ببین گفتم بخش عمده این در صنعت به لحاظ هزینه بخش مدیاشه. ما وقتی کشت رو میزنیم حالا میره مثلا 2 هفته 20 روز، مدیایی که داریم هنوز کلی ترکیبات مختلف داخلش هست و ترکیبات مغذی که میتونه مصرف بشه، ولی خب برای سلول دیگه واقعا امکانش نیست، چون انقدی متابولیت‌های مضر و مخرب براشون تولید شده که اگه جایی به بعد میبینی سلولاتون شروع میکنن به شرینک و کوچیک شدن، سایزشون میاد در زیر 11 و 10 میکرون که دیگه اصلا دلیل نداره به ادامه تو این صنعت. شما باید تو بالاترین سایز ممکن سلولات رو هاروست کنید. آره کاری که میکنن اینه که اینو ریسایکل میکنن، اون ترکیبات مضر مثل آمونیا رو حذف میکنن. روش مختلفی وجود داره، روش فیزیکی خیلی ساده تر و قابل دسترس و اپلیکیبل تره، میتونین اونو استفاده کنین تو این پروسه که حالا ما هم داریم روش کار میکنیم. و یه کاری که دارن میکنن و برنامه‌ای هم که میدونم بعضی از کمپانی‌ها دارن در آینده اینه که بتونن خروجی در حقیقت محصول رو وقتی که سلول رو جدا کردن اون اسپن میدیا رو بدن به یه در حقیقت پروسه کشت دیگه‌ای که سلول نیست، میتونه باکتری باشه، مخمر یا همون قارچی که بهتون گفتم ماشروم اونجا رشد میدن به قول خودشون کمپانی آدامو فود، میتونه این به عنوان استپ بعدی این کمپانی باشه که در کنار هم میتونه یعنی تمام این مواد مغذی رو از مدیا مصرف کنه، حذف کنه، فقط شما باید قند بدی چون همه چی تو مدیاتون هست. اما بخوام ببندیم قضیه رو، همونطور که گفتم تو بخش فارما کاری که میکنن اینه که بخش لاگ فیز رو میرن، تو فاز لوگاریتمی شما پیش میری عمدتاً سلولای چو خب تو رنج 15-20 میلیون کانت بیشتر نمیگیرن تا 20، من بیشتر این چیزی که دیدم 24 میلیون، بالاتر از اون ندیدم تو حالت فید بچ. میرن تو لوگاریتمی، بعد لوگاریتمی شاید مثلا بعد 10 روز دیگه میرن تو استیشنری و محصول رو میگیرن و هاروست. اما اینجا ما کاری که داریم میکنیم این هست که این لاگ فیز رو در حقیقت ادامه میدیم تا جایی که بشه و به صورت پیوسته ازش محصول میگیریم از بیوریاکتورمون تا بتونیم هزینه ها رو پایین بیاریم، چون دقیقاً بخش اصلی این داستان هزینه است. بخش در اپریشن وقتی که از بیوریاکتورها تو اسکیل صحبت میکنی، هر سایکلی که این اتوکلیو در حقیقت استریل میشه، استیم میخوره به بیوریاکتور که تحت عنوان SIP عنوان میشه و CIP یا کلینینگ پلیس که انجام میشه، همه اینا هزینه از اون کمیکالی که مصرف میکنی، آب در حقیقت تمیزی که نیاز داری که بتونی اینو پاکسازی کنی، استیمی که تولید میشه، فیلترهایی که هر سری یه سایکل ازش کم میشه به خاطر اون SIP که انجام میشه، سنسوراتون بالاخره همه سایکل‌های محدودی دارن. اگه بتونی این بیوریاکتور رو به جای 2 هفته مثلا بری 1 ماه 2 ماه مثلا پیوسته بری، این هزینه‌هات رو تا حد زیادی پایین آوردی. چرا که وقتی که شما بریم کاری که انجام میشه و ما داریم انجام میدیم اینه که پارشال هاروست میکنیم، میری مثلا تو 20 میلیون کانت نصف بیوریاکتور رو خالی میکنی، دوباره بهش میدیا میدی،
کاری که میکنی اینه که به عنوان مثال اینا خب دابلینگ تایمشون وقتی که کانت زیاد میشه میره بالاتر از حالا 20 و چند ساعت، میره تا 30 ساعت، گاهن تا 40 ساعت. اما چیزی که هست، شما یه حجم زیادی سلول اونجا داری، نصف بیوراکتور رو تخلیه میکنی، مدیا فرش بهش میدی، حالا فرضم که اصلا 40 ساعت طول بکشه دوباره اینا دوب بشن، دوباره میاری بیرون، مدیا فرش بهش میدی. بعد چه حجم محصولی رو میتونی از این قضیه بگیری. یعنی این چیزیه که حالا گفتم شاید جذاب باشه برای شما هم بدونین. من اینجا ببندم بحث رو. ممنونم از همه دوستان، امیدوارم که مفید بوده باشه. ما نشد زیاد وارد بحث‌های تخصصیش بشیم، نمیدونم چقدر حالا جذاب بود. شاید بعدها باز اگر خانم دکتر صلاح‌الدین تونستیم مثلا یه جلسه دیگه ای رو هم داشته باشیم تا بیشتر سر چیزهای مختلف بحث کنیم. یه چند تا عکس هم از کارامون بهتون نشون بدیم که بیوراکتورامونه. اینجا میتونین ریچ رو ببینین که سی اومون هست، بین منیجر منفکچرینگ. این یکی از محصولاتی که گرفته بودیم، 1.5 کیلو تقریبا محصول بود که مال چند ماه پیش بود. و سیدینگ اینجا یه ستاپ داریم که کار جالبی رو داریم بچه ها انجام میدن. سیدینگ 200 لیتری مونه، این 50 لیتری. خیلی ممنون. اگه برسیم به سوالا که عالیه. من در خدمتم. سلام مجدد، خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی استفاده کردیم. برای من که خیلی جذاب بود. فکر می‌کنم دوستانم نظرات لطفشون رو این پایین نوشتن و فکر می‌کنم براشون جذاب بود. آدرس ایمیل خواستن که حالا با شما ارتباط داشته باشن، اگر صلاح میدونید میخواین این پایین تایپ بفرمایید. بله حتما. من بیام بیرون از این که بتونم تایپ کنم. من این خواهش می‌کنم چون نوشته ها اینجا زیاده، دوستانی که سوال دارن لطفاً دست بلند کنن. خانم جمالپور، من به شما دسترسی میکروفون میدم. خانم جمالپور بفرمایید. من ایمیلم رو تایپ کردم دوستان، دست شما در نکنه. خواهش میکنم. خانم جمالپور موفق شدی میکروفونتون رو فعال بکنین؟ تا میکروفونشون میخوان فعال شه، من جواب یکی از دوستان پرسیده بودن در مورد FPS رو میخوام بدم. بفرمایید. آره، این نکته‌ای که وجود داره دقیقاً تو همین صنعت، یعنی اهدافی که وجود داره اینه که حذف کنید FPS رو. آره ما هم دقیقاً داریم همین کارو میکنیم و عرض کردم ما با جایگزین‌های گیاهی FPS رو جایگزین کردیم و عملاً FPS دیگه مصرف نمیشه حداقل توسط ما. و قطعاً غیر اخلاقیه. بله تو این صنعت نباید باشه چون اصلا FDA تاییدیه نمیده بهتون. من یه سوال دیگه حالا گاهن دوستان از من پرسیدن اینه که این سلول ها قبلش دستکاری میشن و نامیرا میشن. بله. و این احتمالاً به عنوان یک دغدغه بایوئتیک باشه اینجا که سلول مهندسی شده رو مثلا و قراری خورده بشه دیگه، بالاخره یه سلول نامیرا شده یه جورایی سرطانی شده. درسته. این قضیه هسته و روش بحث زیاد میشه، ولی خب خانم دکتر دیگه شما میدونی این محصول پروتئینیه که شما دیگه پختیش رفته دیگه، اصلا اتفاقی فکر نمی کنم بخواد بیفته سر این قضیه. بخاطر همینه که دیگه کمپانی‌ها دیگه تونستن اون تاییدیه‌ها رو بگیرن. یعنی اینجا فقط تو نگاه اولی که شما فکر میکنی خب این وای چه مشکلی داره فلان، نه هیچ ایرادی از این بابت هیچ کسی رو تایید نمیکنه. اونم میدونین FDA به هیچ عنوان چنین چیزی رو تایید نمیکنه اگر مشکلی تو این قضیه وجود داشت. بله ممنون. خانم جمالپور ما صدای شما رو نداشتیم، میخواین سوالتون رو نوشتن اینجا. اسکافولدینگ هنوز در حد تحقیقات هست؟ بله، یعنی ما که اصلا کار نمی کنیم. میدونم که بقیه کمپانیانی که تو سطح ما دارن کار میکنن به هیچ وجه سمتش نمیرن چون شدیداً تحمیل هزینه است به این صنعت و خب کمپانی هم که دارن بیرون میدن مثل حالا کمپانی امریکایی که صحبت کردیم آپساید فود به هیچ وجه چنین کاری نمیکنن اصلا. نه. یه سوال دیگه هم خانم جمالپور پرسیدن که کمپانی های خرید مدیا رو حالا لطف میکنین راهنمایی بفرمایید. مدیای چی رو؟ مدیای هر سلولی رو؟ نمیدونم، فقط همینقدر نوشتن. اما ببین برای بخش تحقیقات از گیبکو حالا چیزایی که کامپوننت های مختلف و از جای مختلف تهیه میکنیم، ولی خب عمده چیزایی که کمپانی ما داره فعلا مصرف میکنه گیبکو و خب هزینه خیلی بالایی رو میده. یعنی الان فقط 100 سی سی آنتی کلمپینگ که گاهن استفاده میشه تو بعضی کشتا برای ابتدای شروع کار
تقریبا فکر میکنم 300 پونده و خب عددهای بالاییه. خانم دهقانی هم من به شما دسترسی میکروفون دادم، بفرمایید در خدمتتون هستیم. سلام آقای دکتر، خانم دکتر، وقتتون بخیر. سلام، روز شما هم بخیر. ممنون از خوب برنامه و زحمات شما. آقای دکتر، سوالی که دارم با توجه به حالا آینده این قضیه که به فرض دامپروری کم بشه و ما محصولات پروتئینمون با استفاده از این سلول ها باشه، آیا فانکشنال بودنش، حالا فانکشنال بودنش منظورم اینه که به فرض ما محصولات دامی استفاده میشه، به فرض مثلا برای بحث پروتئینش، حالا یا اون بحث آهنش که مثلا برای افراد استفاده بشه، آیا اینا مثلا همه توش چک شده میشه ازش از این طریق مثلا دیگه دقیقاً جایگزین گوشت ازش استفاده کرد؟ سوال خوبیه. ببینید وقتی که محصول میره بیرون ما خب تمام آیتماش رو باید بررسی کنیم، یعنی فقط این نیست که ببینید که آلودگی داره یا نه، ما به لحاظ نوتریشن کامل بررسی میکنیم که اینا چه تفاوتی با خود گوشت واقعی داره. خب نه متفاوته قطعا، یه سری آیتماش متفاوته، همونطور که گفتیم آهن آره قطعا فرق داره و خب روش عنوان میشه، یعنی شما وقتی که یه محصول میدی بیرون به صورت کامل و دیتیل میاد، حالا میگه که 20 آیتم اینا توش هست با این درصد و اینا، بله قطعا هست توش، ولی یکی نیست، قطعا یکی نیست، اما محتوای پروتئینیشون یکیه. چرا؟ و آیا تا الان مثلا روی نمونه خاصی آزمایش شده که به فرض طرف مثلا حالا یا اون نمونه ما حالا در حد حالا بگیم همون انیمال لبش خیلی کم استفاده شده باشه که اون ترکیبات پروتئین یا نوتریانت هایی که مثلا لازم هستش برای حیات و مثلا حالا اون حیوان یا اون نمونه کوچیک داشته باشه؟ من متوجه نمیشم اینا چون قراره توسط انسان مصرف بشه، منظورتون رو؟ ببینیم مثلا ما که نمیتونیم الان به فرض بگیم که ما یه نمونه خیلی پیوری داشته باشیم، به فرض فکر کنیم مثلا ما یه نوزاد رو از اول بخوایم از این گوشت بهش بدیم. خب ما تا الان قطعا با توجه به اینکه علم جدیدی هست مطالعاتی روش نداریم که بدونیم آیا دقیقاً مشابه همون مثلا همون درسته. نکته‌ای که من جلوتر عنوان کردم گفتم بچهای حالا شف خیلی صنعتی و واقعا کسایی که تخصصشون این هست دارن کار میکنن روی این قضیه و گفتم سختی قضیه اینجاست که شما بتونی این رو برسونی به دست مشتری، اما این چطوری رسوندنش مهمه. این که میگم کامل آنالیز میشه که چه چیزایی توش هست، وقتی فرموله میشه آیتم هایی که توی در حقیقت این محصول نیست و بهش اضافه میکنن، یعنی همه پارامترها رو بررسی میکنن و محصول خروجیشون میشه اون چیزی که میشه گفت مشابه محصول طبیعیه. درسته، متشکرم. خیلی ممنون از شما. خانم اگه اشتباه نکنم خانم عظما، من بهش دسترسی میکروفون دادم. سلام، صدای بنده رو دارین؟ سلام علیکم. بله بفرمایید. سلام خانم، سلام، وقتتون بخیر. سلام علیکم. دکتر من 2 تا سوال داشتم خدمتتون. سوال اول که تو بحث بایورکتورها هستش، اینکه بچهای مهندسی شیمی توی حوزه طراحی بایورکتورها الان توی در واقع بحث کالچر میت فعالیت دارن یا نه، و بایورکتورهایی هم که الان دارین استفاده میکنین مطابق با اسلایداتون همون طرح میکسر هستش؟ و سوال دومم که در مورد من چون مطالعه دارم یه چند ماهی هست تو این حوزه دارم ریز مطالعه میکنم، من این نکته رو فهمیدم که اگه اشتباه نکنم آپساید فود هستش که از یک سری میکرو پارتیکل ها به اصطلاح اگه درست بگم به عنوان یک میکرو اسکافولد داره توی بایورکتوراش استفاده میکنه که سلولا به یک جایی بچسبن و بحث اون پرولیفریشن و مایگریشن اتفاق بیفته. خواستم بدونم که آیا در سیستم شما هم همین هستش، حالا یا اسکافولدینگ به معنای اسکافولدهای بزرگتر در ابعاد بزرگتر منظورتون بود که در واقع کار نمیشه؟ خب من از اولی شروع کنم که خب بیورکتوری که استفاده میشه کاملا مشابه بیورکتورایی که تو صنعت دارویی داره استفاده میشه، تماما میکسردار هستن و آره خب یه بیورکتور میکسینگ
که شما چند تا ایمپلر داری، بفل داری، یه چیز نرمال، یعنی چیز عجیب غریبی نیست. چون ما کشت اتچ اصلا نداریم، اصلا نمیشه اگر اتچ باشن اینا رو به صورت تجاری بیاری بالا، حتما باید ساسپند باشن. و آره مثل بقیه چیزا، مثل باکتری، مثل ییست که کار میشه دارن کشت میشن. این که اسکافولدینگ، ببینید اینا رو اوایل شروع کردن کمپانی، حتی کمپانی ما هم همین کارو داشت میکرد که سایتوتکس رو استفاده میکردن که اینو در اختیار سلول قرار بدن که سلول روش بچسبه. اما بعدش میخوای چیکار کنی این سایتوتکس؟ چون حذف اون خودش از مدیات جدا کردن است، یه مکافات عجیبی، اصلا دلیلی نداره بخوای چنین کاری کنی، چون خود سلولا بعد از 4-5 روز به هم میچسبن، اصلا خودشون شدن یه اسکافولد. یعنی ما اصلا یه سری کارا رو داریم پیش میبریم که اینجا یه سری حالا اسپروید بهش میگن، گلوله های کوچیکی رو از سلولا تشکیل میدیم، اینا شروع میکنن به هم چسبیدن که تو بحث هاروست و نهایتا پروسه های نهایی دانستریم خیلی به ما کمک میکنه. اینه که نه، من فکر نمیکنم آپساید فود هم از چنین چیزی استفاده کنه، فقط بحثیه که قبلا بوده حالا استفاده کردن، عمده کمپانی رفتن سمتش، پارسال جمع شده رفته دیگه، کسی از این کارا نمیکنه چون نمیشه اصلا اینو پیش برد. خب آقای دکتر یه نکته دیگه هم بگم، چون توی بحث اسکافولدینگ یه چیزی که مطرح هستش، میگن همزمان با رشد سلولی داربست هم تخریب میشه، چیزی که تو بدن هم اتفاق میفته و دارم با اون دید به نظر حالا نگاه میشه. اینکه فرمودین بحث جداسازی، این بحث تخریبه نظرتون چی هستش؟ یعنی داربسته استفاده کنن که به مرور زمان داره تخریب میشه، یعنی همون ماکرو کریرها سلول میچسبن، اون کلونی شاید سریعتر ایجاد بشه و همزمان با ایجاد شدنش این سلول، این داربست تخریب میشه. تو پرانتز بگم آقای دکتر گاودیت که در واقع ایشون تو همین حوزه مهندسی بافت هم فعالیت دارن، ایشون یک ایده‌ای داشتن و این بود که بافت‌های گیاهی رو بیان سلول زدایی کنن، بعد اینا رو تبدیلشون کنن به یک سری پارتیکلا که این پارتیکلا سلولوز بیسد هستن، پیورن، یعنی کاملا از سلولوز ساخته شدن، کاملا نچرال هستن و ادعاشون هم اینه که همین در واقع ما از سورس استفاده میکنیم که حیوانات هم دارن ازش استفاده میکنن برای تغذیه، ما اینور استفاده میکنیم برای در واقع کشت سلولی. این هم باز اگر نکته‌ای در موردش هست ممنون میشم بهمون بگید. نکته جالبی بود در مورد اینکه سلولوز بیس، آره ما کار کرده بودیم قبلا روی در واقع سلولوزهای باکتریایی که خب شما کشت میدی، حتی تو صنایع غذایی هم کاربرد داره، همین نوشیدنی موگو که شما میگیرید داخلش همین سلولوزن عملاً که میتونی استفاده کنی به عنوان حالا اسکافول یا هر چیزی. ولی تا زمانی که شما بتونی به صورت ساسپند خیلی راحت کشت بدی، دلیلی نداره بخوای خودت اذیت کنی، سابستریت استفاده کنی، اسکافول بیاری، اصلا هیچ نیازی به این کارا نداره، چون سلولا انقدر خوب دارن رشد میکنن که شما نیازی نداری بخوای خودت اذیت کنی، چون اینا هم هزینه از هم که کلا کشتو میریزه به هم، شما متوجه نمیشی اونجا چه اتفاقی داره میفته. دلیل نداره خودت بخوای واقعا به دردسر بندازی، خیلی راحت برو آقا کشتتو به صورت ساسپند بده، محصولتو بگیر و هر کاری که دوست داری کن. آره دکتر، این ساسپند هم اینجوری که انتهای فرآیند شما یک کامپرشنی چیزی روی بافتا انجام میدین؟ ببین مثلا بشه یک استیکی حالا اون شکلی؟ نه هم عرض کردم، ببین گفتم اگر بخوایم نهایتا تو پروداکت نهایی بخوایم صحبت کنیم، یا اینکه شما این سلولات رو به صورت سینگل که حالا رشد کردن میاری بیرون، اینا رو فرموله میکنی با چیزی که گفتم تو، حالا سوسیس باشه یا برگرا باشه یا نمیدونم میتبال یا هر چیز دیگه ای، یا اینکه نه میبری تو اون پروسه که بخوای استیک درست کنی، اون اصلا واقعیتش هیچ کمپانی سمتش نمیره. در حال حاضر من سراغ ندارم کمپانی که بخواد چنین کاری کنه، چون اینا میگم هزینه‌های بالایی رو به شما تحمیل میکنه. هر چقدر که شما بتونی زمان فرآیندتو کمتر کنی، میتونی به صرفه تر کنی این کار رو. اینه که نه، این اصلا جذاب نیست برای هیچ کمپانی و تو آینده هم فکر نمی‌کنم کسی بخواد اصلا سمتش بره، فقط در حد اینکه اگر بخوان حالت لاکچری یه استیک رو تولید کنن بعد بیان بگن که آره این استیک از بابت مثلا کالتیویتد میت بوده و فلان، آره، ولی بیشتر نه، اصلا سمت این قضايا نرید، زیاد وقتتون رو بیشتر هدر میدین. مرسی از توضیحاتتون دکتر، ممنون که وقت گذاشتین. متشکرم خانم دکتر. خیلی ممنون از شما، متشکرم. من بین سوالای دوستان
حالا 2 تا رو بیشتر متوجه شدم، بقیه فکر می‌کنم تا حدودی پاسخ داده شد. یکی درباره چالش‌های سیفتی پیش روی این صنعت رو گفتن در 20 سال آینده چطور ارزیابی می‌کنید، و یکی دیگه از دوستان سوال پرسیدن که آیا توی ایران هم جایی میشناسین که روی این گوشت‌های آزمایشگاهی کار بکنه؟ به لحاظ سیفتی اگه باز همین بحثه که این که حالا ما اینا رو نمیدونم ایمورتال کردیم و فلان، که خب من پاسخش رو دادم، اما اینکه تو آینده بخواد چه اتفاقی بیفته، ببینید دنیا داره به این سمت و سو میره، یعنی انقدی حجم سرمایه گذاری بالا هست که حد نداره. یعنی شما نمیتونید تصور کنی که چقدر تو کشورها دارن این تعداد کمپانی‌ها بیشتر، حداقل من میدونم که بالای 100 تا کمپانی تو دنیا دارن این کار رو به سمتش میرن و هر کدوم یه ایده جدیدی رو میاره تو کار، که حالا یکی فقط گفتم فت میره کار میکنه، یکی ماسل، یکی تمرکز میکنه روی اینکه حالا اون بافت رو بخواد به صورت دیگه‌ای به در حقیقت دنیا عرضه کنه. ولی تو 20 سال دیگه گفتم به نظرم تا بتونه 30-40% از بازار در حقیقت محصولات پروتئین گوشتی رو این صنعت به خودش اختصاص بده، قطعا میتونه. ولی تو ایران من سراغ ندارم، نمیدونم، واقعیت اطلاع ندارم که هستن یا نه، بعید میدونم، به خاطر این سختگیری‌هایی که وجود داره. خودتون بهتر میدونید، فکر نمی‌کنم چیزی باشه. ممنون آقای دکتر. من سوال دیگه‌ای به اون صورت، حالا نمیدونم بعضی سوالا هست بکنم دوستان بیشتر با هم تبادل نظر کردن، این زیر سوال دیگه‌ای من نمیبینم. باز هم تشکر میکنم از شما، ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتین. خیلی تشکر میکنم از دوستایی که به جمع ما پیوستن و خوشحالم که تونستیم دور هم باشیم و یه تبادل نظری داشته باشیم. خیلی ممنون از همگی. من خداحافظی میکنم از دوستان و از آقای دکتر مسمری و انشالله تا وبینارهای آتی در خدمتتون هستیم. خیلی ممنون از شما، متشکرم. شبتون بخیر. شبتون بخیر. خیلی ممنون خانم دکتر، باعث افتخار بود خدمت شما دوستان باشیم. امیدوارم که سلامت باشید، امیدوارم که مفید بوده باشه. درود بر همگی. خداوند نگهدار شما. شب بخیر. ممنون. شب شما بخیر.